سلام دوستان، امروز به بحث سری های توانی رسیدیم که میخوایم با استفاده از سری های توانی معادلات دیفرانسیل رو برای شما حل بکنیم. بچه‌ها اگه یادتون باشه تو فصل قبلی ما بیشتر تمرکز داشتیم روی معادلاتی که ضرایب ثابت داشتن معمولاً و ضرایب ثابته رو میخواستیم حل بکنیم، و وقتی که می‌رسیدیم به معادلاتی که ضرایبشون ثابت نبود، مخصوصا تو معادلات بالاتر از مرتبه 1، ما دچار گرفتاری می‌شدیم و عموماً روش تحلیلی که معادلات رو حل بکنه با ضرایب غیر ثابت رو ما نداریم. بچه امروز می‌خوایم یه مقدار صحبت بکنیم که ابزاری مثل سری های توانی رو استفاده بکنیم و به جای اینکه خود تابع رو به عنوان جواب یک معادله پیدا بکنیم، یک سری رو به جای یک تابع پیدا بکنیم که جواب معادله باشه و این سریه میشه تقریبی از اون تابع. مثلا فرض کنیم به جای اینکه من سینوس x رو پیدا بکنم، میام بسته یا سری مکلورنش رو پیدا میکنم، x منهای x بر 3 فاکتوریل به اضافه x5 به 5 فاکتوریل و الی آخر. خب پس به جای سینوس ما داریم در حقیقت اون سریه رو پیدا میکنیم که معادل تابع سینوس هست. اینجا بحثمون اینه، ما معادلاتی داریم مثل این معادله‌ای که اینجا ملاحظه میکنید. خب تو این معادله اگه دقت بکنید میبینید که ضرایب P1x P2x و تا Pnx ضرایبی هستند که بر حسب x هستند، یعنی ثابت نیستن. این یه معادله غیر همگنه. من میخوام این نوع معادله ها رو حل بکنم. قاعدتا میدونید که اگر y1 تا yn جوابهای معادله همگنمون باشن، شما میتونید یعنی جواب این معادلمون باشن، شما با توجه به روش‌هایی که قبلا ما گفتیم برای معادلات غیر همگن، شما میتونید با استفاده از جواب‌هایی که برای معادله همگن پیدا می‌کنید برای معادله غیر همگن هم جواب پیدا بکنید. پس ما بیشتر میتونیم تمرکز بکنیم رو معادلاتی که همگنن و جواب‌های اینا رو پیدا بکنیم و بعد جواب معادله غیر همگن هم با روش‌هایی که گفته شد شما میتونید پیدا بکنید. معادله‌های زیادی داریم که معروفند و ضرایب ثابتی ندارن. یکی از اون نمونه معادله چیبیشوفه. اگه دقت بکنید می‌بینید که ضریب وای زگندتون 1 منهای x2 هست، وای پریموم منفی x و ضریب وای مون هم لامدا 2، البته لامدا 2 ثابت هست. خب اینجا می‌بینید که ضرایب شما غیر ثابته و روش‌هایی که تا الان گفتیم هیچ کدوم نمیتونه این نوع معادله رو حل بکنه. معادله دیگه‌ای داره مثل معادله لوژاندر به این ترتیبی که ملاحظه میکنید، یا معادله ایری، معادله بعدی ماست، باز ضرب غیر ثابت رو داره، یا معادله لاگور یا لاگر که باز این نوع هم معادله میبینید که ضرایب غیر ثابت داره. سوال ما اینه که این نوع معادلاتی که قراره ضرایب غیر ثابت دارن و همشون همگن هستن چجوری میتونن حل بشن؟ بچه‌ها اینجا قراره که از سری ها استفاده بکنیم. خب ما فرم کلی یک سری رو، یه سری توانی رو به این صورت می‌نویسیم. بچه‌ها یه سری هست که پایه‌اش چند جمله‌ای ها هستن. اینجا تو این سری که من نوشتم پایه هامون 1 x x2 و الی آخر هست. خب من میخوام این سری رو به عنوان مثال یک جواب برای این معادله‌ای که نوشتم در بیاریم، یعنی y پریم منهای 2x y مساوی 0 رو میخوایم حل بکنیم. جواب معادله رو به صورت سری a0 به اضافه a1x به اضافه a2x2 به اضافه 3 تا نقطه، یعنی ادامه همین سری رو من میخوام پیدا بکنم. من اگه بخوام در این سری هم یا y هم پیدا بشه، قاعدتا باید ضرایب a0 a1 a2 الی آخر رو ما باید پیدا بکنیم. خب روش حل اینه که اگر y x قرار باشه که جواب معادله باشه، من باید تو معادلم جایگذاری بکنم و مجهولاتمو پیدا بکنم. تو معادله یه y رو شما ملاحظه میکنید و یه y پریم رو، پس من قاعدتا از y هم یه مشتق باید بگیرم جایگذاری کنم. خب اگه من بخوام جایگذاری بکنم، y پریم هم میشه مشتق y. جمله a0 هم بچه‌ها وقتی دارم مشتق میگیرم، چون جمله ثابت است عملا داره حذف میشه، پس از جمله a1 در حقیقت اینجا به جمله‌مون به دست میاد، میشه a1 به اضافه 2a2x به اضافه 3a3x2 و الی آخر منهای 2x ضرب در y. این x هم ضرب در y میکنیم، میشه این. درست شد؟ پس y رو من تو معادلم جایگذاری کردم، y پریم هم نیاز داشتم جایگذاری کردم y پریم رو هم، و
در حقیقت این رابطه به دست اومد که دارید میبینید. خب میام جمع و تفریق میکنم، ثابت ها رو با هم می‌نویسم. جمله ثابت ما فقط آ1 هست. جمله‌ای که x داره یکی این جمله است، یکی این جمله است که 2a 2 منهای 2a صفر در x به اضافه ادامه است. ادامه این عبارت ما مساوی صفره. باید ضرائب اون رو مساوی صفر قرار بدیم تا مجهولات اون پیدا بشه. آ1 مساوی با صفر، 2a 2 منهای 2a صفر مساوی با صفر، 3a 3 منهای 2a1 مساوی صفر و بقیه جملات ها مثل همین باید مساوی صفر قرار بدیم. خب یکی یکی من میام جملات رو پیدا میکنم. از جمله اول من آ1 هم صفر به دست میاد بچه‌ها. از جمله دومم آ2 مساوی با آ0 میاد. از جمله سومم آ3 مساوی با آ1 به دست میاد، چون آ1 هم صفره آ3 میشه صفر. تمام جمله های دیگه ضریب آمون ضریب فرده بچه ها اینجا داره نشون میده که مساوی با صفر میشه. ضریب های زوجش هم خب از این رابطه به دست میاد. خب پس من یه رابطه کلی میتونم بنویسم براش که به این ترتیب باشه که شما دارید میبینید. آ0 به اضافه آ1x به اضافه آ2x2 تا الی آخر رو دارم. به صورت نماد سیگما اگه من بخوام نشون بدم این رو بچه‌ها میشه سیگمای n از صفر تا بی نهایت آnx به توان n. درست شد؟ پس این رو به صورت سیگما من نوشتم. معادلم پس هست y پریم منهای 2xy مساوی با صفر. قرار اینا رو جایگذاری بکنیم اینجا. خب من میام an میشه سیگمای آnx n پریم منهای 2x سیگمای n از صفر تا بی نهایت آnx n یعنی خود y. پس ببینید y رو من اینجا جایگذاری کردم، y پریم همینطور. پس ببینید من به جای اینکه خود سیگما رو به این صورت دقیقا خود سریه رو اینجوری بنویسم به صورت سیگما می‌نویسم جایگذاری میکنم. خب اولین گامم اینه که بیام مشتق بگیرم از این سیگمایی که اینجا نوشتم. اگر دقت کرده باشید توضیح دادم براتون که وقتی داریم من مشتق میگیرم جمله اول من چون ثابت هست آ0 صفر میشه عملاً. خب در نتیجه سیگمای من از یک شروع میشه. میبینید از یک تا بی نهایت n شما میاد ضریب قرار میگیره، توانتون هم یه دونه کم میشه منهای سیگمای n از صفر تا بی نهایت. بچه‌ها ما یه فرایندی رو داریم طی میکنیم که اینو با چک بکنید و دقت بکنید که تو هر مسئله این رو انجام بدید. اولین کار برای این که ما یه سری رو پیدا بکنیم این که خود سریه رو جایگذاری کنیم تو معادلمون و اگر مشتق‌هایی هم وجود داره مشتقاتش هم باید ما بگیریم و جایگذاری کنیم. پس اولین گام این شد که من سیگما رو جایگذاری کردم، یعنی جواب رو که به صورت سری هست جایگذاری کردم و مشتق‌ها رو هم گرفتم. دومین کاری که باید بکنیم بچه‌ها من میخوام سیگما هام یکی بشه. من برای اینکه بتونم سیگما ها رو یکی بکنم دو تا کار باید انجام بدم. اولین کارم این باید باشه که توان ایکس هامو باید یکی کنم. میبینید این توان ایکس شما n به اضافه 1، این ایکس شما n منهای 1 توانش. خب پس اولین گام توان ایکس ها باید یکی بشه. دومین گام اینه که شما بیاید کران سیگما هاتون رو یکی کنید. حالا من گام دوم رو مرحله بعدی بهتون میگم. خب من چجوری میتونم توان x رو یکی کنم؟ توان x اولی من n منهای 1، توان x بعدی من n به اضافه 1. خب من میام سعی میکنم که هر دو تا سیگما رو یک کاری بکنم که توان من بشه n. اولی n منهای 1، دومی n به اضافه 1. من میخوام توان n بشه بچه‌ها. خب من برای این منظور میام برای اینکه این n بشه توی سیگمای اول باید توان شما یه دونه بره بالاتر. درست شد؟ پس توان n منهای که من یکی باید بره بالا. پس من میام این کار رو میکنم داخل سیگما هرچی n دارم یه دونه میبرم بالا، در نتیجه کران سیگما n رو یه دونه باید بیام پایین تر. دقت میکنید اینجا وقتی n تون یک جایگذاری میکنید اینجا n منهای 1، وقتی به جای n 1 میگذارید میشه صفر دیگه. پس من اگر x به توان n منهای 1 رو بخوام بنویسم x به توان n، کرانم رو به جای 1 هم باید صفر بگذارم. پس این دوکتر اینجا متوجه میشیم اگه من بخوام داخل سیگما n هام رو یه دونه ببرم بالا، کرانم nش باید یه دونه بیاد پایین. میبینید اینجا شما تو سیگمای بعدی به جای n مساوی 1 با n مساوی 0 شروع کردیم، یه دونه رفتیم پایین تر. عوضش باید داخل سیگما هرچی n میبینم یه دونه باید ببرم بالاتر. n اولم میشه n به اضافه 1، an هم میشه an به اضافه 1، xn منهای که میشه xn.
این سیگمای اول. خب تو سیگمای دوم هم همین کار باید بکنیم. من میخوام که توان x هم بشه n. توان من n به اضافه 1 میخوام بشه n. یه دونه میخوام کم شه. کران گفتیم برعکس اونه. اگه این باید یه دونه کم بشه اینجا، کرانش باید یه دونه زیاد باید باشه. به این خاطر به جای n مساوی با 0 n مساوی 1 گذاشتیم. در نتیجه هرچی n داخل این سیگما دارم یه دونه باید کم بشه. این n هم an میشه an منهای 1 x n به اضافه 1 هم میشه x به توان n. خب اولین کارمون این شد که اومدیم توان x ها رو یکی کردیم بچه ها. درسته؟ پس این یه قدم. گفتم دو تا کار باید انجام بدیم. یکی این که توان x هامون رو یکی باید بکنیم. دو این که کران سیگما هامون هم باید یکی کنیم. کران اولی nش از 0 تا بی نهایت هست. دومیش هم از 1 تا بی نهایته. خب بچه اونی که n بالاتر هست در نظر میگیریم، یعنی این n 1. خب سیگمایی که یک نیست رو جمله اول ازش جدا میکنیم تا سیگمامون از nش از 1 شروع بشه بره بی نهایت. یعنی من اینجا میام n صفر میدم، اگه n صفر بدم n به اضافه 1 میشه 1. n به اضافه 1 میشه a1، x به توان 0 هم میشه 1 دیگه، میشه a1. جمله اول من به ازای n مساوی 0 تو این سیگما میشه a1. جمله اول را از سیگما من جدا کردم، در نتیجه سیگمای من به جای اینکه از 0 شروع بشه تا بی نهایت بره از 1 شروع میشه تا بی نهایت. خب دیگه این کار انجام دادم، جفت سیگما هم از 1 تا بی نهایت میشه کراناش. من میتونم به جای 2 تا سیگما یه سیگما بنویسم، از x به توان n شون هم فاکتور بگیرم. از x به توان n فاکتور گرفتم. خب حالا اینو باید من مساوی چی باید قرار بدم بچه‌ها؟ این معادله باید مساوی 0 باید قرار بدم. از اینجا a1 هم مساوی 0 میشه و این جمله‌مون هم مساوی 0 میشه. بچه‌ها میبینید a1 مساوی 0. از اینجا هم n به اضافه 1 n به اضافه 1 منهای 2 تا n منهای 1 مساوی با 0. یا شما میتونید بگید n به اضافه 1 مساوی با 2 تقسیم بر n به اضافه 1 در n منهای 1. همون جوری که تو قسمت اول که داشتم توضیح میدادم گفتیم ضرایب یا اندیس‌های فرد a همشون مساوی 0 میشه و زوجامون هم از همین طریق به دست میاد. یعنی این میشه ببینید به ازای a2k به اضافه 1، یعنی آهایی که ضریب فرد داره، 2k به اضافه 1 فرد رو نشون میده، مساوی 0 به ازای هر کایی که دادیم میشه آهای فرد و آهای زوجمون هم از این رابطه به دست میاد. 2 تقسیم بر 2k که میشه 1 تقسیم بر k 2k منهای 2 که میشه در حقیقت این عبارت. خب من اگر اینها رو این ضرایب an هایی که پیدا کردیم رو تو yx که همون ضرایب a0 a1 a2 الی آخر هست رو جایگذاری بخوایم بکنیم، من اگه جایگذاری کنم جواب معادله میشه این. میبینی a2k همون 1 تقسیم k فاکتور a0 جایگذاری کردیم و توان x همون هم 2k فقط زوجاستی فردمون همشون ضریبشون چی بود؟ an هاشون میشد 0. پس به این ترتیب a0 هم میاد بیرون میشه سیگمای 1 تقسیم بر k فاکتور x به توان 2k. بچه این سری آشناییه بر ما. من میتونم این 2k رو x2 به توان k بنویسم. این فرمول اگه x2 رو x در نظر بگیرید این سیگما ای به توان x رو نشون میده اگر x2 رو x در نظر بگیرید، چون x2 پس میشه ای به توان x2. پس جواب yx شما که به این صورت پیدا شد همون تابع ای به توان x2 هست بچه ها که جواب معادله است. پس yx من میشه a0 ای به توان x2. شما اگه یادتون نبود که این ای به توان x2 میتونستید همین سری رو به عنوان جواب معادله بنویسید که به دست می اومد. پس هیچ نکته خاصی نداره بچه. بسیار خب بریم سراغ نکته‌ای که می‌خوایم بگیم. پس ببین بچه‌ها ما کاری که انجام دادیم اینه که اول جواب معادله رو به صورت y مساوی با سیگمای n از 0 تا بی نهایت a n x به توان n نوشتیم. بعد این سری رو جایگذاری کردیم تو معادلمون با مشتقاتش که نیاز هست و در گام سوم شما میایید این ضرایب رو یکی میکنید و ضرایب رو مساوی با 0 قرار میدید. این مراحلیه که شما با استفاده از در یک سری توانی میتونید تو معادله انجام بدید. برای که حل معادله رو انجام بدید اینجوری انجام بدید.
خب اما یه نکته کلی تر بچه‌ها، من سیگمایی که برای شما یه سری توانی که تا الان برای شما نوشتم همش رو به صورت سیگمای ANX به توان n نوشتم، یا A0 به اضافه A1X به اضافه A2X الی آخر. این در حقیقت همین شبیه بستای سری های مکلورن هست که شما اگه دقت کرده باشید برای توابع بنویسیم بست حول نقطه صفره، منتها فرم کلیتر یک سری توانی به این شکل بچه‌ها، سیگمای ANX منهای x به توان n هست بچه‌ها. n از 0 تا بیناد میبینید فرم کلی یک سری توانی این شکلیه که اینجا x منهای x0 در حقیقت نوشته شده که اینجا بست ما بست میگن حول نقطه x0 هست بچه‌ها. خب پس سری توانی ما میشه A0 به اضافه A1 در x منهای x0 به اضافه A2 در x منهای x به توان 2 الی آخر. و اگه من میخوام از این سری مشتق بگیرم مثل حالت قبل، جمله اولم چون ثابت هست حذف میشه تو مشتق، n هم از 1 تا بی نهایت میشه n AN x من x به توان n منهای 1. توان میبینید که اومده ضریب قرار گرفته، یه توان کمتر شده. این در حقیقت همون فرمتی هستش که شما مشتق میگیرید و انتگرالش هم دقیقاً این همینه که میبینید. منتها بچه‌ها ما میتونیم سری توانی رو وقتی میگم مثلا حول نقطه x مساویه با x0 بنویسید، ما میتونیم اینو تبدیل کنیم با یه تغییر متغیر تبدیل کنیم به سری ANX. کافی x منهای x0 رو مثلا t بگیرم من. تو این حالت باز میشه این شکل سری توانی رو باز به صورت سیگمای AN مثلا t به توان n هم نوشت. خب یه مثال ببینید، x سگون منهای x2 در z مساوی با 0. دوباره میخوایم یه سری بنویسیم، باز حول نقطه 0 من دارم می‌نویسم سری توانی. میخوام جواب معادله رو با استفاده از سری های توانی حول نقطه x0 مساوی با 0 بنویسیم. خب سیگمامون میشه این دیگه، سیگمای n از 0 تا بی نهایت ANX به توان n. خب من قاعدتا باید مشتق دوم رو هم حساب باید بکنم، جایگذاری کنم دیگه. پس مشتق اول میگیریم، بعد دومش هم میگیریم، جایگذاری میکنیم. مشتق دوم میشه n در n منهای 1 دوبار داره ضرب میشه دیگه، میبینید n در n منهای 1 دوبار داره مشتق گرفته میشه. x به توان n منهای 2 منهای، باز میبینید که جمله‌مون از 2 شروع شده. دلیلش اینه که مشتق اول A0 رو حذف میکنه، مشتق دوم A1 رو حذف میکنه. پس میشه سیگمامون از 2 تا بی نهایت عبارت منهای اینجا یه ضریب x2 رو بچه‌ها شما دارید. خب من x2 رو اگه تو این سیگما ضرب بکنم میشه n از 0 تا بی نهایت ANX به توان n به اضافه 2. پس این توان 2 که میبینید دلیلش اینه که این x2 که پشت z هست ضرب شده تو این عبارت. خب مرحله بعدی گفتیم بعد از اینکه سری توانی رو جایگذاری کردیم اینه که ما بیایم توان x هامون رو در 2 تا سیگما یکی کنیم. x تون توانش تو سیگمای اول n منهای 2 هست، در سیگمای دومی n به اضافه 2 هست. من میخوام جفتش رو x به توان n بکنم. خب من تو سیگمای اول میخوام n ها رو 2 تا ببرم بالا، پس کران من 2 تا باید بیاد پایین. n هم از 2 تا بی نهایت میشه n از 0 تا بی نهایت. هرچی n داخل سیگما دارم 2 تا اضافه میکنم بهش، میشه n به اضافه 2 در n به اضافه 2 در n به اضافه 1. 2 تا رفته جلوتر دیگه، توان x هم شده x به توان n. خب تو سیگمای دوم میخواید 2 تا بیاید پایینتر توانتون رو، یعنی n به اضافه 2 رو 2 تا میخوایم پایینتر، اینو میخوایم بکنیم n. پس کرانم با 2 تا بره بالا. سیگما از 2 تا بی نهایت شده n منهای 2 تا اومدیم پایینتر x به توان n. حالا سیگما های شما x هاش تواناش یکیه. من برای اینکه یه سیگما بنویسم باید کران سیگما هم یکی کنم. اولیش از 0 تا بی نهایت کرانش، دومیش هم از 2 تا بی نهایته. من میام یه کاری میکنم که جفتش از 2 شروع بشه، گفتم اون بالاییه رو در نظر میگیریم. خب من باید بیام جمله اول و دوم سیگمای اول رو ازش جدا کنم، یعنی n رو 0 بدم یه جمله بنویسم، n رو 1 بدم یه جمله بنویسم، به اضافه n از 2 تا بی نهایت بشه. n اگه 0 بدم میشه an به اضافه 2 من میشه an ببخشید an به اضافه 2 من میشه به جای n هم 0 بذارم میشه a2. خب ضرب در a2 ضرب در n به اضافه 2 میشه 2، n به اضافه 1 میشه 1،
x به توان n میشه x به توان 0 دیگه میشه 1. پس جمله اول من میشه 2 تا a2. میبینید؟ خب n رو 1 بدم میشه a3 3 ضرب در 2 6 x به توان 1 میشه 6 تا a3x میشه جمله‌ای که به ازای n مساوی 1 تولید میکنه. خب دوتا رو نوشتیم. الان دیگه سیگما رو میتونم از 2 شروع کنم تا بی‌نهایت. چون جفت سیگما شده 2 یه سیگما می‌نویسم. از x به توان nش هم فاکتور میگیرم. خب میشه همین عبارتی که میبینید دیگه. از این سیگما این سه تا جمله هست، از این آن منهای 2 هست. خب اینا رو یکی یکی مساوی 0 من قرار میدم بچه‌ها. a2 رو مساوی 0 قرار میدم، a3 رو مساوی 0 قرار میدم. اینا دیگه. و این عبارت رو یعنی an به اضافه 2 ضرب در این مساوی با an منهای 2 میشه. پس an به اضافه 2 من مساوی با این عبارتی میشه که نوشتیم. خب a2 0 شد، a3 شد 0، a4 میشه a0 12، a5 میشه a1 20 و 3 تا نقطه همینجوری ادامه باید بدیم. خب در نهایت شما میتونید سری توانیتون رو اینجوری بنویسید a0 به اضافه a1x به اضافه این عبارت. میبینید این توی این سری بچه‌ها دو تا ضریب a0 و a1 رو هم شما میبینید توی اینجا. شما یعنی میتونید به ازای هر a0 و a1 یک جواب رو پیدا کنید. دقیقاً جواب عمومی معادله است دیگه. به ازای هر a0 و a1 یه سری داره پیدا میشه. پس جواب معادلمون این شکلی پیدا میشه که اینجا ملاحظه میفرمایید. خب یه مثال دیگه y زگان منهای xy پریم به اضافه 4y مساوی با 0. جواب من به صورت سری n از 0 تا بی‌نهایت an x به توان n هست. میخوام جایگذاری کنم. مشتق اول و دوم اینو حساب میکنم، جایگذاری میکنم. مشتق دوم من میشه n از 2 تا بی‌نهایت an در n منهای x به توان n منهای 2. میبینی؟ مشتق اول من میشه این. خود تابع هم که همین عبارتی هست که نوشتیم. خب شما باید یه کاری بکنید که توان ایکس هاتون همش بشه n. این که خودش n هست بچه هیچ. سیگمای این سیگما رو ببینید پشتش یه ایکس هست که ضرب در این سیگمای بشه توانش میشه n بچه ها. پس اینم گیری نده. دو تا سیگمای شما هیچ گیری ندارن. x به توان n رو داری. اما سیگمای اول شما توان x تون n منهای 2 که میخواد n بشه. دو تا توان شما دو تا میخواد بره بالا. پس کران با 2 تا بیاد پایین. n از 0 شروع میکنیم. an به اضافه 2 n میشه n به اضافه 2 n منهای 1 میشه n به اضافه 1. 2 تا بردیم بالاتر دیگه. x به توان n هم که همینه. سیگمای بعدی هم که x به توان n 2 رو دارن. پس 2 تا کار میکنیم بعد از جایگذاری بچه‌ها. 1 توان x ها رو یکی کنیم، 2 کران هامون رو یکی کنیم. کران اولی از 0 تا بی‌نهایت، دومیش 1 تا بی‌نهایت، سومیش هم 0 تا بی‌نهایت. من باید بیام از سیگمای اول جمله اولش رو بردارم، از سیگمای آخرم باز جمله اول رو بردارم. n اگه 0 بدم من تو مرحله اول اینجا n رو 0 بدم میشه a2 ضرب در 2 ضرب در 1 میشه 2 تا a2. x به توان 0 هم که 1 میشه 2 تا a2. این جمله اول سری شماست به ازای n مساوی با 0. از سیگمای آخرم قرار شد که جمله اول به ازای n مساوی 0 رو بگذاریم کنار. n رو من میدم 0 میشه 4 تا a0. x به توان 0 هم که 1 میشه 4 تا a0. میبینید؟ پس 2a2 جمله اول این سریه، 4a0 هم جمله اول این سریه. خب این دو تا جمله اول رو برداشتید، همش دیگه از اینجا به بعد nش از 1 شروع میشه میره تا بی‌نهایت. خب یه سیگما من می‌نویسم، از x به توان n هم فاکتور میگیرم. از جمله اول اینو دارم که میمونه. از جمله دوم و سوم چون جفتشون هم آنن شما یه منهای n اینجا دارید، یه به اضافه 4 اینجا دارید. یه منهاش هم اینجا فاکتور گرفتیم شده n منهای 4 در آن در x به توان n. خب میشه این. خب این جمله رو مساوی 0 قرار میدم و این جمله رو مساوی 0 قرار میدم. از اینجا a2 من میشه 2 تا a0، an به اضافه 2 من میشه این عبارت. خب حالا به ازای n های مختلف شما میاد اینجا رابطه پیدا میکنید دیگه. مثلا n رو شما بدید مثلا چند؟ n مون از چند تا چند بود؟ از 1 تا بی‌نهایت بود دیگه. 1 باید بدیم اول. n رو بدم 1 میشه a3 مساوی با
همین رو باید به جای انا 1 بگذارید، بر حسب آن میشه منهای 3 تو صورت، 3 ضرب در 2 مخرجه، ضرب در آ 1 مثلا. اینو بدیم 2، یه آیه دیگه به دست میاد. اینو بدیم 3، اینو بدیم 4. شما آهاتون بر حسب آهای قبلی داره به دست میاد. پس من میتونم اینجوری بنویسم، بگم آ2 مساوی منهای 2 تا آ0، آ4 من میشه منهای 1/6 آ2 که مساوی میشه با 1/3 آ0، آ6 مساوی 0 و الی آخر. یعنی شما به همین طریقی که گفتم پیدا میکنید و آهای فردمون هم اینجوری به دست میاد. آهای زوج اینجوری به دست میاد، آهای فرد این شکل از این رابطه به دست میاد که از همون رابطه قبلی که گفتم به دست میاد همش. و اینجوریه. و در نهایت شما میتونید y(x) رو اینجوری بنویسید. یه ضریبی از a0، بقیه‌اش هم مثلا همینجوری می‌نویسیم میریم جلو دیگه. پس جواب معادلمون این شکلی بچه‌ها به دست میاد. خب اما بریم سراغ یه تعریف. بچه‌ها ما تو معادلات دیفرانسیل دو دسته معادلات دیفرانسیلی که این شکلی داریم، y زگان به اضافه px y پریم به اضافه qx y مساوی با 0، دو دسته نقاط داریم. یه دسته نقاط رو میگیم نقاط عادی برای این معادلن، یه سری نقاط رو میگیم نقاط تکینی یا سینگولاریتی. خب توی این معادله اگه px من x0 رو میگن یه نقطه عادی، اگه این px و qx در این نقطه x0 تحلیلی باشه، یعنی مشتق پذیری و پیوستگی ما داشته باشیم. خب و اگه x0 یه نقطه عادی نباشه، یعنی px یا qx ما تو اون نقطه تحلیلی نباشن، تو اون حالت میگن x0 یه نقطه تکینی معادله است یا سینگولاریتی هست. مثلا یه مثال ببینید، من توی معادلم حتما باید ضریب y زگندم 1 باید باشه. خب این مثال رو ببینید. تو این مثال x2 y زگند به اضافه 3 تا y پریم منهای xy مساوی با 0 اگه ببینید، شما ضریب y زگندتون 1 نیست. من اول تقسیم میکنم به x2 طرف این رو تا معادلم این شکلی به دست بیاد. اگه دقت کنید px من اینجا از 3 تقسیم بر x2، qx من از منهای 1x. واضحه که px شما و qx شما در نقطه 0 تعریف نشده است دیگه اصلا و قاعدتاً تحلیلی نیست. پس نقطه 0 یک نقطه تکینی معادله ماست بچه ها. این px ماست، این qx ماست و نقطه x مساوی با 0 نقطه تکینی ماست. ما تو حل معادلات بچه ها، حل معادلات وقتی داریم سری رو حل میکنیم، اون نقطه‌ای که حولش داریم بحث رو انجام میدیم با دقت بکنیم که آیا اون نقطه‌ای که میخوایم حول اون نقطه سری رو بنویسیم آیا اون نقطه عادی هست برای ما یا یه نقطه تکین هست. خب من مثال اول رو دوباره میگم براتون، یه مثال دیگه میخوام بهتون بگم که میخوام جوابش رو با استفاده سری ها بنویسیم. خب اینجا نقطه ما حول نقطه P میخواد، یعنی سری ما حول نقطه P میخواد بس داده بشه. درست شد؟ یعنی x0 شما میشه p، سری شما میشه an x منهای x0 به توان n. درست شد؟ منتها من برای این که راحت تر بکنم کار خودم رو گفتم بهتون که من میتونم از تغییر متغیر استفاده کنم. تو سیگمای an x منهای x0 به توان n که می‌نویسید، اگر گفتم x منهای x0 تغییر متغیر بدید، مثلا بگید t، من نقطه‌ام رو اینجا p در نظر گرفتم دیگه. خب پس من تغییر متغیر بدم x منهای p میشه دیگه. فقط یه نکته، این نقطه p ما برای این سری یک نقطه عادیه بچه‌ها. ببینید px ما اینه، میخوام px مون 0 qx مون هم اینه. خب هم p مون و هم q مون تو نقطه p تحلیلی تعریف شده است و هیچ مشکلی نداره، مشتق پذیر همه چی داریم. خب این نقطه عادیه. من پس حول این نقطه عادی اول میخوام براتون دوباره توضیح بدم که چجوری بستو می‌نویسیم و بعد میایم مرحله بعدی نقاط غیر عادی و تکینی هم بهتون خواهم گفت. خب من برای اینکه سیگما رو به صورت an x به توان n بنویسم، x منهای x0 که p هست تغییر متغیر میدم، x رو t رو میگیرم x منهای p. خب از اینجا شما میتونید بگید x ما میشه t به اضافه p دیگه، p رو بردم اون ور تساوی. تو معادله اگر به جای x هاتون
این ایکس هایی که هست تی به اضافه پی بنویسید. سینوس تی به اضافه پی میشه منهای سینوس تی. خب یه منفی به دست میاد. وای زگندمونم وای زگند بر حساب ایکس هم وای زگند بر حساب تی میشه دیگه، فرقی نمیکنه. این معادلمون همینه، فقط یه علامت تغییر داده اینجا. بعد وای پی مون 1 بود، اینجا نقطه‌مون میشه 0 دیگه. وقتی ایکس منهای پی گرفتیم تی من میشه تی 0 من میشه 0 دیگه، یعنی حول بستمون 0 میشه. وای مون در 0 میشه 1، وای پی مون در 0 هم میشه 0 دیگه. اینم پس یه نکته. خب حالا میخوام با استفاده از سری این معادله رو حل بکنم. سری من به صورت سیگمای آن تی به توان n. اگه تغییر متغیر رو من نمیدادم بچه‌ها باید اینجا می‌نوشتم سری من رو به صورت سیگمای آن ایکس منهای پی به توان n باید می‌نوشتیم. منتها چون تغییر متغیر دادیم اون فرمت رو به صورت تی نوشتیم دیگه. ایکس منهای پی رو به صورت تی نوشتیم، پس میشه همین سری که دارید ملاحظه می‌کنید. خب من میخوام جایگذاری کنم. فقط یه نکته وجود داره. اینجا وقتی x بود ضریب y شما، وقتی اینجا x بود شما خیلی راحت x رو ضرب میکردید در سری توانی که برای y مینوشتید، خیلی کار راحت میشد. منتها اینجا شما تو این تمرین به جای x از یه تابع دیگه‌ای که غیر چند جمله‌ای هست ملاحظه میکنید. خب من برای اینکه این نوع معادله رو حل بکنم حتما باید اینا با چند جمله‌ای باشن بچا. سینوس x نمیدونم اینا همش باید چند جمله‌ای باشه. چون چند جمله‌ای ندارم میام یه تریکی رو استفاده میکنم، میام سری مکلورن سینوس x رو به جای این سینوس x استفاده میکنم. حالا اینجا شده سینوس t به جای سینوس t. سری مکلورنمون همین بود دیگه، یادتون باشه سینوس x میشد x منهای x به 3 فاکتوریل به اضافه x5 به 5 فاکتوریل منهای x7 به 7 فاکتوریل و الی آخر. شما اون سری رو این شکلی می‌نویسن دیگه. یعنی توانهای تیمون فرده و اینم ضرایب ماست دیگه. این سری مکلورن تابع سینوسه. معادلمون هست 0 مساوی با وای زگند به اضافه سینوس تی در وای. خب وای زگند هم میشه مشتق این دیگه. دو تا مشتق دوباره میگیم، مرتبه 2 میگیریم جایگذاری میکنیم. معادلمون اینه. این مشتق مرتبه 2 این وای هست. میبینید آن ضرب در n در n منهای 1 شده. تی به توان n منهای 2. میبینید که n از 2 شروع شده رفته بالا. سینوس تی هم که سریش اینه دیگه. تی منهای 1 بر 3 فاکتوریل تی 3 به اضافه مثلا تی 5 به 5 فاکتوریل به اضافه 3 تا نقطه. این سینوس تی است که اینجوری نوشتم ضرب در خود جواب ما که به صورت سیگمای آن تی به توان n هست. خب پس جواب ما این شکلیه و این معادله این شکل در میاد. خب اینا رو من باید جمع و تفریق با هم دیگه باید بکنم دیگه. مثلا اینو ضرب میکنم تی در آصف، تی در جمله بعدی الی آخر منهای 1 بر 3 فاکتوریل تی 3 رو ضرب میکنیم اینا رو. بعد اینم که مشتق مرتبه 2 هست. اینا رو اگه من با هم دیگه جمع و تفریق بکنم به این صورت تبدیل میشه که میبینید جمله ثابت شما 2 تا A2 که فقط اینجا ایجاد میشه جمله ثابت. اینجا دیگه جمله ثابت نداره چون همشون حداقل به تی داره ضرب میشه. اینجا 2 تا A2 به اضافه 6 تا A3T به اضافه این عبارت که میبینید این میشه همین جمله همین سیگمای اولی که این شکلی نوشتیم به اضافه اینو حالا داریم ضرب کنیم توی اینجا نوشته میشه مثلا A0 ضرب در T. این تی رو داریم ضرب کنیم تو اینا دیگه میشه این جمله و الی آخر. خب باز اینا رو من مرتب بکنم این شکلی در میاد. جمله ثابت هم اینه، جمله‌ای که ضریب تی داره یکی اینه که با هم جمع میشه این و الی آخر. خب این سری رو هم باید مساوی با 0 قرار بدم. جمله اول 0، جمله دوم 0، جمله سوم 0 و الی آخر. پس تو این مثال بچه‌ها نکته‌ای که داشت این بود که یه سینوس شما اول این که بسط شما حول نقطه پی بود 0 نبود. تو این مثال که آوردم که بدونید که اگر حول نقطه غیر از 0 بود چجوری باید حل کنیم. دو این که ضریب وای ما تابع سینوس x بود، یعنی x و x2 و این چیزا نبود، چند جمله‌ای نبود. اینا می‌خواستم بهتون بگم که اگه غیر چند جمله‌ای بود شما میتونید از سریعی که معادل اون تابع هست استفاده کنید و جایگذاری کنید. خب دیگه از اینجا بعد دیگه نکته خاصی نداره. اینا رو باید با مساوی 0 قرار بدم بچه‌ها. جمله اول 0، عبارت دوم، سوم و الی آخر. که از اینجا شما این ضربتون اینجوری به دست میاد و در نهایت میتونید وای رو
به این صورت بنویسید که این میشه جواب معادله شما. پس این هم یه نکته که تو این مثال ملاحظه کردید. فقط دقت کنید که بسته ما حول یه نقطه عادی اتفاق افتاده بچه‌ها. خب در نهایت هم چون به جای t x منهای p بود، به جای t همون x منهای p هم جایگذاری میکنیم که جواب معادله در حالت کلی این شکلی به دست بیاد. خب بریم سراغ یه معادله دیگه. اینجا هم حول نقطه صفر میخوایم بس بدیم بچه‌ها. حول نقطه صفر. این نقطه صفر باز یه نقطه عادی برای ما هست. این px شماست، این qx شماست. هم پیتون و هم کیتون در نقطه صفر تحلیلیه. پس شما سری رو دارید پیدا میکنید که حول یه نقطه عادی نوشته میشه و مشکلی هم نداره. خب یه نکته که اینجا داریم باز اینه که شما اینور وقتی جایگذاری کردی یه سری خواهید داشت که مساوی میخواد کوسینوس بشه. خب کوسینوس خودش سری نیست که نمیتونم اینو معادله این قرار بدم. پس شبیه مثال قبل که من اومدم سینوس ایکس رو به جاش از سریش استفاده کردم، اینجا هم میام به جای کوسینوس ایکس از سری مکلورنش استفاده میکنم. خب سری ما همینه، کوسینوس ما همینه دیگه. این کوسینوس ماست، این مساوی میخواد بشه با این عبارت. حالا اینجا وای پریم و وای زگند من حساب میکنم، جایگذاری میکنم اینجا. مشتق دوم این سری اینه، مشتق اولش هم همین عبارت است که ملاحظه میکنید. میبینید این از یک شروع شده تا بینک و خود تاب هم که همینه، ضریب دو هم که داره بردیم داخل. خب اولین کاری که باید بکنیم گفتم که توان ایکس رو باید یکی کنیم، دوتاش n هست. اینو من با دو تا ببرم بالاتر، پس کرام میاد دو تا پایین تر. میبینید از صفر شروع شده تا بی‌نهایت و دو تا داخل سیگما اناش رفته بالاتر و سیگمای دوم و سوم هم که همینجور مشکل نداره. مرحله بعدی باید کران سیگما ها یکیشه. اینجا n از صفر شروع شده، اینجا n از یک شروع شده و اینجا هم n از صفر شروع شده. من باید این کاری کنم که از صفر شروع بشه. پس جمله اول این سری رو ور میدارم و جمله اول این سری هم همینطور ور میدارم. یعنی n رو صفر میدم اینجا میشه دو تا a2، اینجا n رو صفر میدم میشه دو تا a0. خب این سری ما میخواد مساوی بشه با این سری. اینجا باید بگیم آقا جمله ثابت این با جمله ثابت این برابره. جمله‌ای که x داره با جمله x داره این باید برابر باشه ضریباش و الی آخر. خب جمله ثابت با اینه میشه یک. جمله هایی که توان فرد داره بچه تو بسته کوسینوس اگه یادتون باشه بستش هست یک منهای x2 بر 2 فاکتوریل به اضافه x4 به 4 فاکتوریل منهای x6 به 6 فاکتوریل الی آخر. شما میگید که توانهای فردمون صفر همش ضریباش تو کوسینوس. به این خاطر میبینید که تو x ضریب مثلا x به توان 1 صفر دیگه صفر گذاشتیم و الی آخر. همین جملات مساوی هم قرار میدیم از دو طرف و آهامون پیدا میشه. از جمله به جمله شما اینو میاید مساوی هم قرار میدید دو طرف رو. بسیار خوب. اما اگر xمون سینگولار باشه بچه‌ها، اگر xمون سینگولار باشه، x صفرمون سینگولار باشه یعنی تکین باشه بچه‌ها، اینجا چه کار باید بکنیم؟ وقتی تکینی ما داریم دو نوع باز ما تکینی خواهیم داشت. یه تکینی هست که تکینی منظم بهش میگن، یه تکینی داریم تکینی نامنظم بهش میگن. اگر px ضرب در x منهای x صفرمون، اگه x صفر یه نقطه تکینی برای ما باشه، خب px ضرب در x منهای x صفر تو نقطه x صفر تحلیلی باشه، یعنی pxی که داشتید رو ضرب در x منهای x صفر بکنید و qxی که دارید رو در x منهای x صفر به توان 2 ضرب بکنید. خب اگر این عبارت که ضرب کردید تو نقطه x صفر تحلیلی شدند، اون موقع x صفر رو میگن تکینی منظم و اگر تحلیلی نشدن بهش میگن تکینی نامنظم. حالا یعنی چی؟ مثلا این معادله رو بهمون میدن. خب من اگه بخوام نقاط تکینی معادله رو تشخیص بدم که چیه، میام طرفین تساوی رو به x2 تقسیم میکنم بچه‌ها. طرفین این تساوی رو به x2 تقسیم میکنم.
اگه طرفین به x2 تقسیم بشه، خب نقطه صفر نقطه تکینی شما میشه. نگاه کنید اینه، میبینید من طرفین تساوی رو به x2 تقسیم کردم. px من میشه این و qx من میشه این دیگه. شما میبینید که هم px ما تو نقطه صفر و هم qx ما در نقطه صفر تحلیلی نیستن. پس نقطه x0 مساوی با صفر یه نقطه تکینی برای ماست. حالا میخوام ببینم آیا این نقطه تکینی من منظم هست یا نامنظم. من برای اینکه تکینی بفهمم که منظمه یا نه، px رو، این px ماست، خب این px ماست، ضرب در x منها x0 میکنم. x0 من چون صفره یعنی در یه x ضرب میکنم. این px رو اگه من ضرب در x بکنم بچه ها، خواهید دید که عبارتی که به دست میاد x منها 1/2. x منها 1/2 تو نقطه صفر دیگه تحلیلیه بچه ها، گیر نداریم که. پس x ضرب در px گیری نداره. برای qx هم در x2 ضرب میکنم. میبینید x من x0 به توان 2 دیگه، چون x0 من صفره یعنی x به توان 2 رو ضرب میکنم. اگر x2 رو هم ضرب در qx بکنم، یعنی این عبارت بکنم، حاصلش میشه 1/2. پس من اگر x رو ضرب در px بکنم و x2 رو ضرب در qx بکنم، شما خواهید دید که این عبارت شمایی که به دست میاد جفتشون تو نقطه صفر تحلیلی هست. پس ما نقطه صفر رو میگیم یک نقطه تکینی یا سینگولار منظم بچه ها. حالا چرا اینو ما گفتیم؟ ما سری هایی که بچه ها به عنوان جواب برای یک معادله پیدا میکنیم، یا حول یه نقطه عادی ما بس رو می‌نویسیم، سری توانی رو می‌نویسیم، یا حول حداکثر حول نقطه تکین منظم می‌نویسیم. در حالی که نقطه شما تکین نامنظم داشته باشه اصلا دیگه سری توانی براش نمی‌نویسیم اینجا، فقط ما سری توانی می‌نویسیم برای مسائلی که x0ش نقطه عادی باشه برامون، و یا اینکه x0 ما اگر تکینی داشته باشه تکینی منظم داشته باشه. البته اونم باز چند تا حالت داره که باز توضیح میدم. خب پس px ما این عبارتی که میبینید، qx ما این عبارتی که ملاحظه کردید و x رو ضرب در px کرده باشیم و x رو ضرب در qx کرده باشیم تحلیلی خواهند بود. بس x0 ما یه نقطه تکین منظم. خب ما روشی که برای معادلاتی که میخوایم حول نقطه تکین منظم بنویسیم به روش فروبنیوس معروفه بچه ها. خب و ما میخوایم معادله رو حول یه نقطه تکین منظم بنویسیم. تو حالتی که سری ما حول یک نقطه تکین منظمه، جواب ما دیگه به صورت آن سیگمای آن ایکس ان نمی‌نویسیم، به صورت x به توان r سیگمای n از 0 تا بی نهایت آن ایکس ان خواهیم نوشت بچه‌ها. پس در حالتی که تکین منظم ما داریم، یه مجهول به مجهولاتمون اضافه میشه. ما قبلا وقتی که حول نقطه عادی سری رو مینوشتیم، یعنی جواب رو مینوشتیم، مجهولات ما A0 A1 A2 الی آخر بود. منتها اینجا میگیم وقتی که حول نقطه تکین منظم جواب معادله رو میخوایم پیدا بکنیم، یه R رو هم ما باید پیدا بکنیم که جواب به صورت x به توان r ضرب در سیگمای ANXN. این یه R هم اضافه است، باید پیدا بکنیم. خب من میخوام این جواب رو پیدا بکنم، من باید اینو جایگذاری کنم تو معادلم دیگه. معادلم y زگند به اضافه px در y پریم به اضافه qx در y مساوی با 0 دیگه. y اینه، میخوام مشتق اول دومینم حساب کنم. خب مشتق دوم میخوام اینو بگیرم، میشه این عبارت دیگه. من اول x به توان r رو میبرم داخل سیگما، پس به جای n به اضافه r مینویسم. دو تا مشتق بگیرم میشه n به اضافه r در n به اضافه r منهای 1 در an x تا n به اضافه r منهای 2. فقط یه سوال ممکن اینجا براتون مطرح بشه. ما وقتی قبلا داشتیم مشتق میگرفتیم، مشتق دوم مثلا میگرفتیم، دو تا جمله اول ما که a0 و a1 بود عملا حذف میشد ضرایب ما، چون دو تا مرتبه مشتق میگرفتیم، مشتق از بین میبرد و سیگمامون از 2 شروع میشد تا بی نهایت. منتها اگه دقت بکنیم اینجا سریتون وقتی مشتق دوم گرفتیم همچنان از 0 تا بی نهایت شد. دلیلش این x به توان r هست که ضرب کردیم. وقتی شما اینجا جمله ثابتتون a0، وقتی در x به توان r داره ضرب میشه، خب دیگه a0تون جمله ثابت نخواهد بود دیگه. a0 شما میشه ضریب جمله a به توان x به توان r و وقتی دارید دو تا مشتق میگیرید عملا a0 شما حذف نمیشه، به این خاطره که اینجا شما سیگماتون از
صفر همچنان شروع شده وقتی 2 مرتبه مشتق ازش گرفتید. خب مشتق اولمون هم این همینه دیگه. ما x به توان r رو میبریم داخل، این از 0 تا بی نهایته. دوباره یه مشتق ما بگیریم، یه n به اضافه r میاد ضریب، همچنان n ما از 0 شروع شده تا بی نهایت الاخر. خب فقط یه نکته وجود داره بچه‌ها، من p(x) رو ضرب در این مشتق اوله دارم اینجا. خب من گفتم که px ضرب در x تحلیلی میشه چون نقطه تکین منظمه. پس من یه x رو از این میکشم بیرون از اینجا، میبینید px ضرب در x نوشتم، این تحلیلیه. خب پس اینجا داخل سیگمامون توان x همون که n به اضافه r منهای 1 بود شد n به اضافه r منهای 2. پس اینو یه نکته حواستون باشه اینجا من px نوشتم px ضرب در x. خب این مساوی میشه با، چون px ضرب در x حول نقطه 0 بچه ها تحلیلیه، شما میتونید برای px ضرب در x یه بسط بنویسید خودش رو به صورت سیگمای pnxn. من این رو px ضرب در x به صورت سری سیگمای pnxn نوشتم. خب اینم که خب سری بعدی که نوشتیم به جاش. و الان من میتونم اینم ببرم داخل این عبارت، بنویسم مثلا یکیشو m بنویسم، مثلا سیگمای داخلی رو m بنویسم، اینو n بنویسم، یعنی میخوام 2 تا سیگما رو کنار هم بنویسم. از اینو m می‌نویسیم، اینو n می‌نویسیم. n از 0 تا بی نهایت اولیه، m از 0 تا بی نهایت اینه. اینا بردیم داخل، x به توان n رو ضرب کردیم داخل و الی آخر اینا رو ضرب کردیم همه رو داخل این عبارت دیگه بچه‌ها. خب این اثبات مسئله است بچه‌ها. این مقدار اگه گیجتون میکنه ولی خیلی مهم نیست، باید مثلا خروجیشو خواهیم دید که چجوریه. پس جمله آخر ما بچه‌ها اینجا یه دقت بکنید، این جمله qx ضرب در x به توان r ضرب در اینو داریم ما. خب اینجا هم یه x2 شو جدا بکنیم ازش چون qx ضرب در x2 تحلیلیه، بقیه x رو بریم داخل. پس x به توان r رو 2 تاشو جدا کردم، qx ضرب در x2 تحلیلی میشه. پس من میتونم به جاش سیگمای qnxn بنویسم به جای qx ضرب در x2. x r منهای 2 هم میاد بیرون دیگه، این میشه سیگمای شما به جای qx ضرب در x2. این x هم که داریم، این سیگما هم که جدا داریم. خب اینا رو ضرب میکنیم مثلا تا قبل 2 تا سیگمایی می‌نویسیم، میشه این عبارت. خب حالا اینا رو شما ببرید جایگذاری کنید تو معادله اصلی که به این طریق به دست میاد. از اینجا این معادله اصلی ماست مساوی با 0 و این عبارت. خب من باز ضریب رو مساوی 0 قرار میدم، n رو 0 قرار میدم، یه معادله به دست میاد این شکلی که به معادله شاخص بچه‌ها معروفه. این معادله شما برای اینکه بتونید توی معادله ضریب r رو پیدا بکنید، ما قرار شد که وقتی نقطه شما تکینی منظم هست یه x به توان r رو ضرب در سیگمای anxn ها بکنید به عنوان جواب معادله. خب اون x به توان rش مجهوله، شما باید r رو پیدا بکنید. نیاز نیست که من هر سری برم اون سری رو جایگذاری کنم تو سری و مسئله خیلی طولانی کنم. شما از همون اول میتونستید یا میتونید از این فرمول r در r منهای 1 به اضافه p0r به اضافه q0 مساوی با 0 استفاده بکنید که معادله شاخص معروفه. خب و با توجه به این معادله شما میتونید r رو پیدا بکنید. حالا تو مثال ها براتون توضیح خواهم داد. و ضریب دومش هم با ادامه اون ضریب هم مساوی 0 بشه که از اینجا به دست میاد. خب این معادله رو میم در نظر بگیرید، درست شد؟ و فرض کنید که اینا ما نقطه x0 ما این نقطه تکین منظم هست، یعنی این که x منهای x0 در p x منهای x0 به توان 2 ضرب در q هم تحلیلی میشن. شما اگه میخواین جواب معادله رو پیدا بکنید، من گفتم معادله شاخص رو می‌نویسیم برای اینکه r پیدا بشه. خب یه معادله درجه 2 بر حساب r به دست میاد، معادله شاخص. این معادله است که گفتم بهتون نگاه کنید، این معادله می‌بینید این معادله شاخص شماست مساوی با 0.
این معادله شاخص رو اگر شما حل بکنید برای آرها حالتهای مختلف به دست میاد. یه معادله درجه 2 اینجا بر حسب آر. شما با توجه به آرهایی که به دست میاد جواب معادلتون پیدا میشه. این معادله شماست. حول نقطه x0 که یک نقطه تکین منظم هست میخوایم سری توانی که جواب معادله است پیدا بکنیم. خب اگر آرهایی که از معادله شاخص گفتم پیدا کردید آرها مخالف هم بودن و تفاضل R1 و R2 هم یه عدد صحیح نباشه بچه ها، یعنی R1 منهای R2 نباید صحیح باشه، تو این حالت یه جواب شما میشه x به توان R1 ضرب در سیگمای AN x منهای x به توان n، یکیش هم میشه x منهای x به توان R2 ضرب در سیگمای AN x منهای x به توان n. یعنی اگر شما مثلا حول نقطه 0 باشه سری توانی که بخواید بنویسید، جواب اول شما میشه x به توان R1 سیگمای AN x n ها، جواب دومتون میشه x به توان R2 سیگمای AN x n ها. اینا یه مقدار بچه گیج کننده است احتمالاً براتون. من سعی میکنم خیلی تو حوزه مثلا نقاط مثلا غیر عادی یا تکینی اینا خیلی مثلا چیز نکنیم، یه مقدار فقط برای آشناییتون دارم میگم. خب پس R1 و R2 مون که پیدا کردیم برای از معادله شاخص اگر با هم برابر نشدن و R1 منهای R2 هم یه عدد صحیح نشد، شما به این ترتیب میتونید جواب رو پیدا بکنید. اگه R1 و R2 با هم برابر شد، یه جواب شما y1 تو میشه همین جوابی که نوشتید، یعنی مثلا اگه حول نقطه 0 باشه x به توان r ضرب در سیگمای AN x n میشه یک جوابش، و جواب دوم شما میشه از این طریق به دست میاد y1 در ln x منهای x به اضافه x منهای x به توان r1 در سیگمای dn x منهای x به توان n. جواب دومتون این شکلی به دست میاد. و اگر R1 منهای R2 مون صحیح بشه بچه ها، تو این حالت جواب دومون هم از این طریق به دست میاد که میبینید. شما با جایگذاری کنید و این جواب ها رو پیدا بکنید. حالا یک دو تا مثال یکم شاید براتون راحت تر بکنه مسئله رو. خب این معادله به هم دادن، گفتن حول نقطه x0 مساوی با 0 یک سری توانی پیدا بکنید براش به عنوان جواب معادله. اگه دقت بکنید x0 مساوی با 0، من اول x رو تقسیم میکنم به طرفین. اگه دقت کنید 0 یه نقطه تکین مسئله است، چون هم px ما هم qx ما تو نقطه 0 تحلیلی نیست. x ضرب در px x2 ضرب در qx تحلیلی خواهد بود تو نقطه 0. پس من نقطه صفرم یه نقطه تکین منظم هست برای ما که از اینجا شما ملاحظه میکنید. خب این px من هست، این qx من هست. x ضرب در px و x2 ضرب در qx تحلیلی هست. پس شما میخواید جواب معادله رو به صورت سری حول یک نقطه تکین منظم بنویسید. خب جواب ما میشد x به توان n x به توان n به اضافه r دیگه، یعنی یه x به توان r رو ضرب کردیم. من مرحله اول بچه از معادله شاخص استفاده نمی کنم، میخوام مستقیم براتون بگم. یه بار دیگه با استفاده از معادله شاخص میخوام براتون مسئله رو حل بکنم. خب این دو تا راه رو میخوام برم براتون. پس ببینید r رو اول فرض میخوایم پیدا بکنیم، یعنی x به توان r ضرب در سیگمای AN x n هایی که داشتیم، من میخوام r رو پیدا بکنم بعد AN ها رو پیدا بکنم. خب مرحله اول مستقیم جایگذاری میکنم، مرحله دوم از معادله شاخص هم استفاده میکنم. خب من باید این رو جایگذاری کنم تو معادله دیگه. این معادله من اینه، y زگند و y پریم رو پیدا میکنم و جایگذاری میکنم تو معادله. میشه این عبارتی که میبینید. خب x رو یه بار یک رو ضرب میکنم تو این، یه بارم یک بر 2x رو ضرب میکنم تو این، میشه این دوتا. میبینید دلیلی که y پریم دو تا ظاهر شده اینجا دلیلش اینه، x رو میشه یک رو ضرب کردیم شده این، یه بارم منهای یک دوم x رو ضرب کردیم تو این. خب مشتقا رو میگیریم، مشتق مرتبه دوش میشه این، مشتق مرتبه اول اینه، مشتق مرتبه اول اینه، یک x رو هم ضرب کردیم توش و اینم که یک بر x2 رو ضرب کردیم تو این عبارت. خب توان x رو باید یکی ما باید بکنیم، و به این ترتیب مساوی هم قرار میدیم. خب مساوی هم قرار دادیم
ضرایب رو الان باید دیگه مساوی باید قرار بدیم دیگه، همه رو یه جا میبریم و مساوی صفر رو و ضرب مساوی. این معادله هم معادله شاخصه که گفتم بهتون، معادله شاخص رو میتونستیم مستقیم بنویسیم، جایگذاری نکنیم. شما تو امتحان نیاز نیست اصلا این جایگذاری رو انجام بدید، یعنی جایگذاری انجام بدید میتونید همین معادله شاخصی که گفتم رو استفاده کنید. منتها تو معادله شاخص یه دونه پی صفر مجهوله، یک کیو صفر مجهوله. تو معادله که بهتون خواهم گفت تو مثال بعدی چجوری پیدا میشه کرد. خب معادله شاخص بس اومدم از روی خود معادله اصلی پیدا کردم بچه‌ها، این با جایگذاری کردن. R1 هم میشه 1، R2 هم میشه 1/2. میبینید که این دوتا با هم دیگه مساوی نیستند و تفاضلشون هم عدد صحیح نمیشه. 1/1/2 میشه 1/2. پس یک جواب من میشه x به توان R1 ضرب در سیگما، یه جواب میشه x به توان R2 ضرب در سیگما، که در حقیقت تو معادله‌ای که اینجا پیدا کردیم میتونید R1 رو یه بار 1 بگذارید تو این معادله و ضرب رو پیدا بکنید و یه بارم 1/2 بگذارید پیدا بکنید. مثلا یه بار حالت دوم 1/2 گذاشتیم تو اون رابطه و ضرایب پیدا شد. خب حالا این معادله رو ببینید. من میخوام معادله اینجا دوباره صفرمون و یکمون نقاط چی هن؟ تکینی هن. منتها حول نقطه صفر من میخوام سری رو بنویسم. خب نقطه صفر یه نقطه تکین منظم هست برامون بچه ها. نقطه صفر یه نقطه تکین منظمه، چون x رو ضرب در px بکنم و x2 رو ضرب در qx بکنم خواهید دید که جفتشون تو نقطه صفر تحلیلیه. خب من میخوام از روی بس جواب من بچه ها میشه این جواب، دقت بکنید جواب من تو اونجا بیارم فرموله رو، این نقطه تکین منظمه. جواب من اینه. من باید این R رو پیدا بکنم. R رو چجور باید پیدا بکنم؟ از روی معادله شاخص. معادله شاخص هم چیه؟ معادله شاخص هم این معادله است که گفتم R در R منهای 1 به اضافه P0 در R به اضافه Q0 مساوی با 0. اما P0 چی شد بچه ها و Q0 چیه؟ اگر یادتون باشه من گفتم X P X و X2 Q X بستش رو می‌نویسیم. پس من تو این مثالی که دارم می‌نویسم X رو ضرب در PX میکنم، خب و X2 رو ضرب در تو این مثال X رو ضرب در PX میکنم، میشه یک دیگه. مثلا به بستم نیاز نیست، خودش P0 میشه جمله ثابت X P X، این میشه P0 من. X2 رو ضرب در QX میکنم، X2 رو ضرب در QX میکنم، X2 ضرب در QX میشه منفی X ضرب در 1 تقسیم بر 1 منهای X. 1 تقسیم بر 1 منهای X باید بست شما باید بنویسیم، میشه 1 به اضافه X به اضافه X2 به اضافه X الی آخر. وقتی شما X رو ضرب در 1 میکنید، ضرب در X میکنید الی آخر، دیگه جمله ثابت شما ندارید، میشه این سیگما نزدیک تا بینیت XN. خب Q0 ما جمله ثابت X2 ضرب در QX بود. خب چون جمله ثابت ندارم Q0 من میشه چی؟ 0. پس من P0 رو پیدا کردم، Q0 رو هم پیدا کردم. معادله شاخص هم اینه R در R منهای 1 به اضافه P0 در R به اضافه Q0 مساوی با 0. این معادله شاخص ماست. خب اینجا به جای P0 هم 1 میگذارم، به جای Q0 هم 0 میگذارم. میشه میبینید که R1 و R2 من مساوی با 0 شد بچه ها. خب دیگه مشخصه دیگه، تو رابطمون R رو 0 میگذاریم و پیدا میشه دیگه x به توان 0 ضرب در سیگما میشه جواب ما. از همون رابطی که قبلا گفتم تو مثال قبلی گفتم شما R رو جایگذاری کنید به جاشون و آهاتون، هم که این مقدار خیلی گیج کننده برای شما نبوده باشه مسئله و موفق و مؤید باشید بچه‌ها.